ظاهر اخبار سفیر افغانستان در دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی اظهار داشت که پرزیدنت امکنون سابق افغانستان اشرف غنی روز 15 آگوست با روی فریب از کشور فرار کرده حکومت و مردمش را به چنگ طالبان پرتافت. بنا به نقل گنرال اخبار، غنی در روز فرارش جلسه حکومت را دعوت کرده بود، ولی وقتی اعضای حکومت منتظر او بودند، غنی الکی در فرودگاه کابل همراه افراد نزدیک و اهل خانواده‌اش به هواپیما می نشست تا از کشور فرار کند. غنی نه فقط خودش فرار کرد، بلکه به همسفان خود خیانت کرد و پولهای دولت را دزدیده مردم را غارت کرد. هیچ کدام از معاونان او نمیدانستند که وی نقشه فرار دارد. به گفته وزیر دفاع در حکومت او که من با وی دیروز صحبت داشتم، مشاور غنی به وزارت دفاع زنگ زده گفته است که غنی ساعت 16:00 برای جلسه به این وزارت می آید. در وزارت برای آمدن غنی آمادگی گرفتند، منتظرش بودند، ولی در همین ساعت 3 هواپیمایی که غنی و نزدیکانش در داخل آنها بودند از فرودگاه کابل به آسمان خیستند. نقل کرده سفیر افغانستان گنرال اخبار معتقد است که جنگجویان طالبان محض در نتیجه خیانت غنی کشور را در بین همگی 10 روز اشغال کردند و آن هم در حالی که اردوی دولتی افغانستان عبارت از 300,000 سرباز از سوی ناتو تمرین گرفته با سلاح‌های غربی مسلح بود. قبلا ظاهر اخبار فرار اشرف غنی از کابل را خیانت به دولت و ملت نامید و گفت که رئیس جمهور امکنون سابق افغانستان و همراهانش هنگام فرار 169 میلیون دلار پول نقد را نیز با خود به یغما بردند. در سفارت روسیه در کابل نیز گفته بودند که اشرف غنی روز 15 آگوست با ماشین‌های پر از پول ترک کشور کرد و او با خود آنقدر پول زیاد گرفته بود که همش در هواپیما نگنجید. چگونه سقوط کردن رژیم را با همه رنگش بیشتر از هر چیز دیگر این حادثه خوب تصویر می‌کند. 4 ماشین پر از پول را به هواپیما بار کردند، یک قسمت دیگر پولها را به چرخبال بار کردند، ولی همش نگنجید. یک قسمت پولها در میدان هوایی ماند. نقل کرده سخنگوی سفارت روسیه در کابل نیکیتا ایشنکا، یک گروه کنگرسمن‌های جمهوری‌خواه هم از پرزیدنت امریکا جو بایدن طلب کردند که تا اشرف غنی را برای غارت 169 میلیون دلار پولی که مردم امریکا برای افغانستان جدا کرده بود پیدا کرده به جوابگری بکشانند. بعد فرارش از کشور غنی گفت که گویا نه از ترس بلکه برای پیشگیری از خونریزی بیشتر ترک افغانستان کرده است. اشرف غنی که حالا در دبی قرار داشته است در یک ویدیو خبری با میلیون ها دلار فرار کردن از افغانستان را رد کرده و گفت که تنها با یک پیراهن از خانه برآمده حتی فرصت نیافته است که کفشش را عوض کند و گویا با پایپوش خانگی فرار کرده است. ولی به این حرفهای غنی دیگر کسی باور نکرد.